من خیلی عصبی میشم. این پارگیری استاد من بسیار به قهر و به غضب می‌آورد و انا همین شعر استاد نظام قاسم همان وقت خوانده بودم که همین که این اگر چند مراتبه نشان نداده باشیم، هرگاهی که همین شعر صدا میداد در زال کفکوبی های بردوام صدا میداد. این زمان دیگر نمی آید به کار، پاره دل، پاره جان، زمره هستند در هر جا، جسمشان را پاره پاره کرده گر بینید، جسمشان سر تا به پا از پاره هاست. یعنی در هر پاره آنها پاره برجاست. پاره داده، پاره بگرفته، پاره پاره کرده اند آنها حقیقت را، پاره پاره کرده اخلاص و صداقت را. آن یکی اگر دشمنی دارد می دهد بر رهبرش پاره، می نماید رهبرش را پاره پاره. پاره بخشای گناهگاری کرده روز و شب سیاه کاری، ناگهان می افتد بر دست. لیک بینی از حساب آن سیاه کاری، از حساب مال و پولهای گناهگاری، داده پاره می نماید دفتری اعمال خود را پاره پاره. یعنی ماهی باز می رود از شست، ماهیان را باز می آید شکست. بس عجیبش پارگیری های استاد است، بس عجیبش پاردیهی های شاگردانی افتاد است. پاره ها بگرفته استادان دانشگاه کسب ها را پاره پاره کردند، علم ها را پاره پاره کردند. جای دانشگاه از آنها مانده دانشگاهی پاره. پاره پاره می رود شاگرد از این درگاهی پاره. سرخلانیده به این در آنقدر سرهای خالی، کاکبت شد مکتبی عالی مکتبی خالی. بس عجیبش باز بسیار است، بس عجیبش پارگیری های دختر هاست، بس عجیبش پاردیهی های بیمار است. تا نگیرد پاره از بیمار دارش، دختری هرگز نخواهد کرد پاره جسمی بیمارش، یا نخواهد کافت هرگز پاره پردرد و آزارش. پاره ها بگرفته دخترها بین خویش و بوعلی پیوند را کردند پاره، در لبیهی پاکرت سوگند را کردند پاره. من نمیدانم چسان ماری پاره بر دل و بر جان آنها کرده کاره، لیک میدانم که آنان را چو ضحاک باید از مسند فراورد، در دل و در جانشان آن مار را سرکوب کرد. در دیاری که حقیقت جاویدان یک پاره است، در دیاری که وجودی خلق و دولت جاویدان یک پاره است، یک کسی بیچاره و بیکاره نیست، اعتقاد هیچگاه صد پاره نیست، پاره نیست. خوشبختانه در زمان ما صف پارگیران خیلی کم شده. من نمیگویم که پارگیران نیستند، لیکن صفشان خیلی کم شده است. من خیال میکنم که این مراجعت ما، این صحبت ما آنها هم میشنوند و البته این اندیشه های ما با آنها نیز تأثیر خوبی خواهد بخشید و از این عمل نامطلوب دست خواهند کشید. بگذار در جمعیت ما پاره دیو و پاره خور نباشد.